همچنان آن حضرت صلی الله علیه و سلم با این مضمون نامه‌های به پادشاهان و فرمانروایان زمان خود مثل خسرو پادشاه فارس و مقوقس پادشاه مصر و پادشاه حبشه، به جیفر و عیاض دو پسر جلندی در عمان و به هوده بن علی فرمانروای یبامه و به منذر بن ساوات در هجر و به حارث بن ابی شمر غسانی فرمانروای دمشق فرستاد. و در صحیح مسلم بر روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر هر جباری یعنی پادشاه نامه فرستاد و ایشان را به سوی دین الله دعوت نمود. و در روایت ابن عباس رضی الله عنهما وقتی آن حضرت صلی الله علیه و سلم معاذ رضی الله عنه را به یمن فرستادند به او فرمودند تو همانا نزد قومی از اهل کتاب خواهی رفت، پس اولین چیزی که آنها را به آن دعوت می‌دهی پرستش الله به یگانگی است. پس باید دانست که کلمه توحید کلید داخل شدن به اسلام است و بدون باور داشتن و نطق کردن آن انسان مسلمان شمرده نمی شود. و اگر کاری انجام دهد که کلمه توحید را نقض می کند، پس چنین شخص مشرک و از ملت اسلام خارج خواهد شد.